دوستان سلام، امیدوارم که سلامت و تندرست باشید. با یه آموزش دیگه در خدمت شما دوستان هستم. یه چیزی قبل از اینکه بخوام شروع به آموزش کنم اینو بگم. ببینید دوستان، من اون آموزشاتو در واسه کسایی دارم میذارم که تازه وارد صنعت صافکاری شدن و میخوان این کارو استارت بزنن و شروع به کار کنن و ازش کسب درآمد کنن. شما از دوستانی که میدونین اوکی عالی، شما میدونین. اون دوستانی که واقعا نمیدونن و تازه دارن استارت میزنن این کارو، واسه اونا هستش این آموزش‌ها. خب میریم واسه ما یه پژو 405 گرفتیم، میخوایم شاسیشو تعویض کنیم. حالا قبلش ما یه سری کارا رو انجام دادیم که نشد فیلم بگیریم، ولی عکساش هست حتما میذارم. این ماشین از جلو ضربه شدید خورده بود، خب، و به هیچ عنوان هم نمیشد مثلا شاسیشو در بیاد، چون از قبلم همین نقطه شاسیش اون تیکش تعویض شده بود و ما هم دیگه وقت زیادی روش نمیذاریم بخوایم بیایم اینا صاف کنیم و بخوایم درش بیاریم. ما هم این نقطه تعویضش میکنیم و یه چیزی که هست قبل از این که بخوایم اصلا این شاسی رو بکنیم و تعویضش کنیم، اصول کار اولیه شاسی اینه که شما شاسی که میخوای مد نظرت حسدا، چه پژو باشه، چه پرایت باشه، چه هر ماشین دیگه ای باشه، میخوای مثلا یه قطعه ای رو عوض کنی از تن ماشین، باید تن اتاق ماشین باید اون قطعه ای که ضربه خورده، ضربه شدید خورده، ضربهش رو بیاری سر جاش و بکنی و تعویضش کنی. قبل از اینکه شما سر جای اولیه خودش نیاوردی، حالا شاسی باشه، ستون باشه، هر چیزی، بخوای تعویضش کنی، تو چالش میفتی و قطعاً هیچ چیز کارت میزان در نمیاد و درست نمیشینه سر جاش. در کاپوت، گلگیر، همه نامیزان میشه. پس اینو یادت باشه، اول هر کارش کشیدن شاسی، شما شاسی رو بکش بیار سر جاش، بعد تعویضش کن. اینطوری دیگه به چالشی نمیافتی، داستانی واسه پیش نمیاد. خب نگاه کنیم، ما شاسی رو اومدیم کشیدیم. نگاه کن، 2 تا شاسی کش بهش وصل کردم که این شاسی رو بیاریم سر جاش. چیزی که هستش، شاسی پژو جلوش واقعا قویه و باید بکشی بیاری سر جاش، بعد اینو تعویض کنی. حالا جلوتر آموزشای کشیدنش، چطوری کشیدنش هم بهتون میگم. یادتون نره حتما سابسکرایب کنین چنل یوتیوب منو، لایک و کامنت انگلیسی یادتون نره، زنگوله بالا هم بزنین. دمتون گرم. دوستان ببینیم، ما این شاسی کشی که انداختیم رو سرکمک، ببینید چه حرکت باحالی. یه صفحه مربعی شکل گرفتیم، اینو پیچاشو مثل سرکمک درست کردیم و این حرکت رو زدیم. خلاصه حالا چیزی که ما به خاطر چرا اصلا اینو اینجا اومدیم زدیم که این کشیده بخواد بشه. نگاه کن، سقف چروک رو میبینین، این چروکش، این سرکمک، کشیدن سرکمک باعث میشه که این چروک میاد سر جاش و چیزی که هستش، این شاسی و پایینش رو ببینین چطوره. دیدین این فکم مال همینه، این شاسی پایین هستش، این فک پایین مال اونجا هستی که اون ته رو بیاره بالا که اینا قشنگ صافش کنه. الان یه جک دیگه ما باید بزنیم که این بیاد، یه جک دیگه از اینجا میزنیم که این چروک پایین بیاد سر جاش و یه فک این تیکه رو میبریم، این تیکه اضافه از اینجا میبریم. نیا کن، اگر دیده باشین این تعویضه، این از همینجا میبریم، یه فک اینجا میزنیم، اینو میکشیم. بعد از اینکه این کشیدن ها تموم شد و اومد سر جاش، نیا کن، هم چروک سقف نیا کن داره میاد سر جاش. سر کمک میبندیم به خاطر چروک سقف هستش که سقف رو بیاره سر جاش. و حتما یادتون باشه 4 طرف ماشین اینطوری با زنجیر و جکلوی قشنگ کیپش کنیم. حالا بازم تو ادامه واسهتون کلیپ زیاد میذارم که ببینین چطوری تعویض شاسی 405.